زمستان رسیده چوب گرفتین یا زغال یا چی کدام؟ یک پاو چوب نگرفتیم، یک پاو زغال نگرفتیم. سلام برسه کاکا جان، خوب هستی؟ جان خوب، بخیر. زنده باشی، بخیر باشی. اجازه خواست این نفتم یک دفعه اینجا. خب میشین که یعنی در خدمتی. نه شما میشه خیلی کمی طرفی این همین چوکی تانه بگیرین باشین. نه اینی جبانین ما هم در پولیتان استاد میشم. بفرمایید. چال داری کاکا جان، خوب هستی؟ خوبی. دکان شما فقط این چند جنس مال از داخل کلن خالی است. روز چند کار میکنین؟ در روز میشه 20 روپیه. 20 روپیه؟ 20 افغانی؟ آره 20 روپیه، ایلا 30 روپیه، ایلا 50 روپیه. یعنی می چیز اگر یکم دانه جوراب سودا شد برادر 50 روپیه میشه. اگر دو جوراب سودا شد، اگر نشد بازی مشکل خانوادگی تا حل میشه؟ خود دیگه حل نمیشه. چند نفر هستین در خانه؟ خانه 9 سرایالم فضل خدا، باز میگه کاری هم داره. خب و زمستان رسیده چوب گرفتین یا زغال یا چی کدام؟ یک پاو چوب نگرفتیم، یک پاو زغال نگرفتیم. این از بیگا در سبا در بیگا. از بیگا بازی آخرش چطور میشه؟ آخرش اگر چی شد دل داره که یک فاجعه شد. خدا نکنه با وقت برسه که یک فاجعه رخ بده. واقعا خیلی سخت است. کمپل، لحاف، لباس گرم چیز دارین یا کسی کمک کرده براتون، همسایه کسی؟ اصلا اونطور در کابل در این منطقه که ما ندیدیم که کس گامویی که تلف شده باشد، شاید هم همسایه داشته باشد اما خود نخواد شده باشد که همون را داده ایبو رو میدیدی که تلف نمیشد. یعنی وضعیت همسایه هم شاید خراب باشه که نمیتونه؟ یار یعنی مالی بده مو کوچه که ما غیر از ما یکان 40 خانه یا 50 خانه هست دمزو کوچه، شاید که برادر همون نسبی همزو بخی از ما کدام بتر باشه. یعنی یک بیوزنی، یک صغیری، یعنی ما که یک پیر مردم از ما کدام بتر هم داریم در آدم کوچه. خب دوستان معزز، واقعا یک وضعیت بحرانی اقتصادی مردم افغانستان در واقع باش دست پنجه نرم میکنن. وقت آن است که هر کدام ما به اندازه توانایی ما این خانواده را در واقع دستگیری کنیم. کمپاین جمع‌آوری لباس و همچنان جمع‌آوری پول به این خانواده های مستحق به بضاعت از طریق قمر آغاز شده است. شما میتونید که ما را انتخاب کنین. ما انشالله در کمال امانتداری کمپاین زمستانی ما را برای انداختیم و به این خانواده ها انشالله کمک ها و این مساعدت ها را میرسانیم. خب شماره لینک های بانکی و همچنین واتساپ ما نیز در خدمت دوستان است.